شما میگم که این رو باید مردم عزیز ما بدونن، آقای دیوان محاسبات هم باید بدونه و به این موضوع ورود بکنه. ببینید ما اگر یک کالایی رو، اقلامی رو در کشور نیاز داریم، علالقاعده باید اون رو بزنیم، مشخصات فنی بزنیم و بر مبنای اون کار صورت بگیره. پتروشیمی خلیج فارس تو این کشور که بخش عمده سهام عدالت این کشور و پول مردم رو باید در سهام عدالت پرداخت کنه، نباید از تیررس دیوان محاسبات در این ریخت و پاش‌ها نادیده گرفته بشه. نامه زدن 15 میلیارد تومان برای خرید 2500 تا عینک آفتابی برای پرسنل. این که اولا برای پرسنل عینک آفتابی لازمه خریداری بشه یا نه به کنار، زده برید 2500 عینک آفتابی رو از فروشگاه برند علیدایی خرید کنید به مبلغ 15 میلیارد تومان. خب یعنی چی؟ بعد پول پاشی میکنید تو این کشور. همینایی هم که بهشون پول پاشی میکنید مردم رو همینا میشورونن علیه کشور. یعنی این وضعیت